الغناء یورث النفاق و یعقب الفقر. شنیدن موسیقی حرام خب این روح نفاق رو در درون انسان پرورش میده. به خدا میگه که تو رو دوست دارم، فقط تو رو عبادت میکنم، ایاک نعبد، اما در مقام ظاهر خب معصیت خدا رو میکنه، شیطان رو عبادت میکنه، امر شیطان رو اطاعت میکنه. این دروییه، این نفاقه. وقتی هم با خدا نفاق و درویی داشته باشه خب یه چیز مسلم و واضحه، با بندهای خدا هم درو خواهد شد، نفاق خواهد داشت، روح نفاق پرورش پیدا میکنه. و یعقب الفقر، خب برکت زندگیش هم کم میشه، فقر به سراغش میاد. اگر هم دیدید پول داره، سرمایه داره، باز هم خب فقر اخلاقی، فقر معنوی، فقر در تقوا، فقر در معرفت، فقر در علم به دنبالش خواهد اومد، فقر میاره.